به نام خدا. کتاب هیچ ملاقاتی تصادفی نیست. نویسنده هاکان منگوچ، روایت کننده نیلاب همدان. قسمت 12. بعد از این که نی را کنار گذاشتم از او پرسیدم این صدا چه حسی در تو ایجاد کرد؟ بعد از این که کمی فکر کرد گفت فکر کنم درد. دیگر چه حسی؟ غصه. دیگر آرامش. همینجا صبر کن لطفا. دنیز، خیلی دقت کن. خوب به حرفهای من گوش کن. به این فکر کن که چگونه درد و آرامش را همزمان حس کردی. آیا این به نظرت غیر ممکن است؟ این طور است مگر نه؟ حال ببین چطور ممکن شد. آرامش خیلی وقتها از درد متولد می شود. برخی افراد بار اولی که نوای نی را می شنوند مرگ، درد و جدایی را از آن می فهمند. اما کمی بعد جای آن را آرامش می گیرد. گردو میوه‌ای است که بسیار سخت و سفت به نظر می رسد. اما وقتی پوست سخت آن را جدا می کنیم داخلش نرم و لذیذ است. برای رسیدن به آن لذت باید از پوست سخت آن عبور کنیم. آن لحظه حس کردم چشم‌های دنیز خیس شد. بالاخره توانسته بودم به روح او دسترسی پیدا کنم. در واقع پوسته‌ای بسیار سخت و کلفت روی خود داشت. برای اینکه چشمان پر از اشکش را از من بدزدد خم شد تا قرابیه بردارد. تکه‌ای از آن جدا کرد و خورد. ادامه دادم و گفتم فلسفه صوفیسم به تو عینکی صورتی نمی دهد. صوفیسم حقیقت را به تو نشان می دهد. گاهی با دردها، گاهی با آرامش. اما آخر تمام اینها با آرامش ختم می شود. همونطور که شمس تبریزی می گوید حزن عاشقها را با تراوت حفظ می کند. از زخمم هم خوشنودم، از یارم هم. شمس زخمش را هم دوست دارد. چون هر قدر هم در ظاهر دردناک باشد، زخمی که در درونش یدک می کشد، او را به وصال معشوقش می رساند. برای همین نوای نی بسیار شبیه قلب انسان هاست. نوای نی نه در گوش که در قلب تأثیر می گذارد. مولانا هم در 9 بیت مثنوی این طور گفته است: آتش از این بانگ نای و نیست باد. هر که این آتش ندارد نیست باد. چیزی که میخواهم بگویم این است که نوای نی ابتدا قلبها را دچار رنج و اندوه می کند و بعد به شادی و نشاط تبدیل می شود. یعنی شادی و آرامش از رنج زایده می شود. گاهی انسان‌هایی که در ما رنج ایجاد می کنند بعدها همان کسانی می شوند که ما را به آرامش می رسانند. فکر کنم من هم ناخواسته تو را می رنجانم، اما نیتم رنجاندن تو نیست. اولین بار بود که دنیز را آنقدر آرام می دیدم. با دقت به من گوش می داد. راستش را بگویم از این حال او خیلی متاثر شده بودم. در طول زندگیم شیفته انسان‌هایی می‌شوم که مصمم به اهل مجادله کردنند. چون انسان‌های زیادی هستند که خیلی وقتها منتظر می‌مانند آنچه نیاز دارند و خودی خود به سمت آنها برند. اما برخی منتظر نمی‌مانند مسائل به خودی خود پیش بیایند. خودشان برمیخیزند و میروند و آن را میستانند. این تلاش دنیز مرا یاد منوهین ویالونیست میانداخت.
منوهین ویولونیست درسی از زندگی به من داده که مرا خیلی تحت تاثیر قرار داده است. یک بار بعد از کنسرتش یکی از طرفدارانش پیش او می رود و می گوید برای این که مثل شما وایلون بنوازم تمام عمرم را می دهم. و منوهین در جواب می گوید فرق بینمان همین است. من عمرم را دادم. همیشه انسان‌هایی که با صبر و تلاش در راهی که با آن باور دارند پیش می‌روند، مرا بسیار تحت تاثیر قرار می‌دهند. به نظر من رؤیای درست یا نادرست وجود ندارد. فقط باور و هدف وجود دارد. تاوان آن را هم کسی که در راه پیش می‌رود می‌پردازد. از دنیس پرسیدم می‌دانی تنها نگرانیم چیست؟ تو انگار دنبال راه حل در من می‌گردی. من قرص آنتی دپرسیون یعنی ضد افسردگی نیستم که بتوانی در جیبت حمل کنی و هر بار حس بدی داشتی یکی از این قرص ها را بخوری تا آرامشی گذرا به دست بیاوری و خودت را گول بزنی. این بهشتی دروغین خواهد بود. نمیتوانم شریک آن باشم. قبل از هر چیز باید خوب بدانی که چه چیز میخواهی و چه چیز نمیخواهی. باید متوجه کارهایی که میتوانی انجام دهی و کارهایی که نمیتوانی باشی. اگرچه کسی تو را در این راه همراهی میکند، باید به یاد داشته باشی که فقط میتوانی به خودت تکیه کنی. حتی باید بفهمی که جز تو هیچ چیز دیگری وجود ندارد. نه پدرت، نه پولت، نه اسم و نسب خانوادگیت. در واقع اینها جایی در سفرتون ندارند. فقط خودت هستی. نفسی عمیق کشید و گفت بعضی وقتها فهمیدن حرفهای تو برایم بسیار سخت می شود. بلند شد و مستقیم به سمت پنجره رفت و ادامه داد. انگار گفته هایت رو می فهمم. اما مشکل اینجاست که نمی توانم به آنها عمل کنم. چون تو مرد عمل هستی دنیس، نمی توانی با تاکتیک و مطالعه چیزی را یاد بگیری. از آن دسته انسان هایی هستی که فقط با عمل می توانند تغییر کنند. این چیز بدی است؟ بد یا خوب وجود ندارد، فقط وجود دارد و باید نسبت با آن به جریان افتاد. دستش را به موهایش برد و گفت آه، باز تو را نمیفهمم. من فقط میخواهم با تو به سفری که میروی بیایم. پولش چقدر میشود؟ میپردازم. یعنی پول نه. خیلی عرض میخواهم. باز چه گفتم من؟ فقط میخواهم با تو بیایم. به این سفر نیاز دارم. نمیخواستم بیش از این با او فشار بیارم. میتوانستم ببینم چقدر حال پریشانی داره. رفته رفته پژمرده تر میشد. علاوه بر این از دیروز بیخواب و خسته بود. گفتم بسیار خوب. با من تا شب فرصت بده. باید فکر کنم. فکر چی رو بکنی؟ بگو بیا یا نیا. اینقدر ساده. لطفاً چیزی بگو. بگو که میتوانم با تو بیایم. ببین دنیس، من همیشه تنها به این سفر میروم. باید باز همان طور باشد. نمیتوانم از کسی کمک بگیرم. نمیتوانم از کسی نیرو یا جسارت بگیرم. این که کسی همراه من باشد برایم به نوعی نیرو بخش است. با حضورت به من کمک میکنی. این طوری نمیتوانم با خودم تنها باشم.